الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 18 از آموزش توحید است و ان شاء الله در این حلقه به شما کمی سخنهای علما را در موضوع اون 4 آیتی که پیش از این حلقه در حلقه 17 گذاشتیم بیان می نماییم و این چنین احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بخصوص یک حدیث صحیحی که به نهایت واضح و روشن معنای توحید و معنای لا اله الا الله را بیان می کند به شما شرح و توضیح می دهیم. برادرانم و خواهران موحدم، در حلقه گذشته در حلقه 17 ما به شما 4 آیت را تفسیر کردیم، معنیش را بیان نمودیم که این 4 آیت بیان کننده معنای توحید، معنای شهادت لا اله الا الله بود. شهادت لا اله الا الله چی معنی دارد؟ به زبان تاجیکی شهادت دادن یعنی به زبان گفتن لا اله الا الله، اقرار و تصدیق کردن با دل، با قلب، دانستن معنای لا اله الا الله و عمل نمودن به طلبات و مقتضای لا اله الا الله و کفر بالطاغوت، کفر ورزیدن به طاغوت. معنای شهادت همین است. لا اله الا الله معنایش نیست معبود، یعنی یک ذاتی که پرستیده شود، عبادت کرده شود، یک ذاتی که ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات داشته باشد. این چنین ذاتی نیست. یگان ذاتی نیست که پرستیده بشود بر حق بجز الله سبحانه و تعالی. یعنی یگانه ذاتی که پرستیده می شود، عبادت کرده می شود و این ذات و این معبود یکتا هست و تنها هست و حق است، باید پرستیده شود، این الله هست و دیگر همه الها و معبودانی که در این دنیا پرستیده می شود همه اش باطل است. یعنی قبر پرستان قبر می پرستند، سنگ پرستان سنگ می پرستند، درخت پرستان درخت می پرستند، گاو می پرستند، موش و خر و دیگر چیزها را می پرستند. همه این چیزها باطل است، عبادت کردنش باطل است، چرا که بجز الله دیگر چیزها مستحق عبادت نیست. همه این چیزها مخلوق الله است. اما بنده های الله گمراه شدند و به خودشان الهانی معبودانی باطل را اختیار کردند و مشرک شدند و کافر به الله سبحانه و تعالی، به خالقشان، به ربشان شدند. این معنای لا اله الا الله است. این 4 آیتی که بیان نمودیم، سوره اسراء آیت 57، سوره زخرف آیت 26 و 27، سوره توبه آیت 31 و سوره بقره آیت 126، هر 4 این آیت و دیگر صدها آیت دیگر در قرآن عظیم و شأن معنای توحید را بیان می کند و می گوید که توحید این افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، توحید الوهیت، توحید ربوبیت، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در خالقیت، در مالکیت، یعنی در خلق و در ملک و در رزق
رزق. یعنی امروز امت اسلام و دیگر امتها مشکلیشان در توحید ربوبیت نیست، چرا که همه اقرار میکنند، همه میدانند که رازقشان الله است، خالقشان الله است، یعنی رزق دهنده الله است، خلق کرده الله است و میراننده هم الله است، زنده کننده هم الله است، متصرف و تغییر دهنده و نگهدارنده این زمین و آسمان و این فلک الله است. این توحید ربوبیت است و به این نمود توحید مشرک قریش، ابو جهل، ابو لهب، ابو طالب که کافر وفات کرده اند، اینها ایمان داشتند. اما این یک نمود توحید است. همه می داند که این زمین سازنده دارد، خالق دارد، پادشاه دارد، رب دارد، این الله است. اما با این فهمیدن یک نمود توحید انسان مسلمان نمی شود. شما باید خوب بدانید، اگر شما دانید، اقرار کنید که الله رزق دهنده خودش هست، الله خودش می میراند، الله خودش زنده می کند، الله خودش انسان را به دنیا می آورد، الله خودش باران می باراند، الله خودش زمین آسمان را حفظ می کند، الله حاکم این دنیا است. این توحید ربوبیت است. با این مسلمان نمی شوید. با این توحیدتون باید یک نمود توحید دیگر باید همراه بشود. نام این توحید دوم توحید الوهیت است، توحید عبادت. یعنی بعد از این که فهمیدید که الله خودش خالق است و رازق است و حاکم است، رب است، بعد از این باید یگانه همین الله را عبادت بکنید. تمامی عملهایتان را تنها به الله سبحانه و تعالی انجام بدهید. پس توحید الوهیت مهمترین نمود توحید است. توحید عبادت، انجام دادن عبادت به الله. امروز نظر میکنیم به مسلمانان ملت تاجیک، هر شهری، هر دهه مسلمان دارد، اما بیچارگان از توحید بیخبرند. وقتی که میپرسی مسلمانی تاجیک، مسلمان، میگوید بله مسلمانم. سوال میکنی که اثبات کن که تو مسلمانی، میگوید من لا اله الا الله میگویم و میگویم که الله خودش رزق میدهد، خودش خالق است. این توحید قسم یکم توحید ربوبیت است. این نمود توحید را مشرک ها، کافرها هم اقرار دارند و مشرکین زمان پیامبرم این نمود توحید را اقرار کردند. با این مسلمان نمیشوید. میگوید من مسلمانم، میگم که الله ما را خلق کرد، الله این زمین و آسمان را خلق کرد، خودش نگاه میکند، رازق است، این باران را الله میرزاند. اما میبینی که قبر را دعا میکند، به قبر عبادت را صرف میکند. چگونه عبادت؟ دعا. میرود از قبر طلب میکند. دعا این عبادت است. همین دعا را به قبر صرف کرد، پس مشرک شد. دعا را باید به الله انجام میداد. از الله باید میطلبید، از الله طلبی کمک میکرد، از الله طلبی نجات باید میکرد، از الله باید طلبی دور شدنی بلا و مصیبت میکرد. اما به نزد قبر رفت، به نزد درخت رفت، به نزد مزار رفت، به نزد مقبره رفت، به نزد ایشان رفت. الله المستعان. توحید الوهیت نابود شد، عبادت را به غیر الله انجام داد، مشرک شد. پس همین 4 آیتی که ما بیان نمودیم 100% آشکار و واضح میفهماند که ما باید توحید الوهیت را به جا بیاوریم، موحد باشیم.
این 4 آیت میفهماند که توحید مهمترین نمود توحیدی که امروز مردم فراموش کرده اند این توحید عبادت است، توحید الوهیت است، توحید عملی است. در عمل گمراه شده. توحید طلب و قصد است. بارک الله فیکم. پس میگوییم از این آیت ها برمی آید، گرفته می شود که معنای توحید این افراد الله سبحانه و تعالی فی العباده والكفر بالطاغوت و براءة من الشرك و اهله. یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت و کفر ورزیدن به طاغوت ها و براءت جستن از شرک و مشرکین. انا من معنای توحید است و به همین معنا تمام علمای اهل سنت و الجماعت اجماع کردند. از 4 مذهب، مذهب ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل و دیگر از علما، همه به همین اجماع کردند. این 4 آیتی گذشته می فهماند که هر کسی که بجز الله چیزی دیگری را عبادت می کند مشرک است، شرک اکبر را می کند. و این تفسیر صحابگان است، از عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود و دیگر از صحابگان رضی الله عنهم که همچنین بیان نموده اند که هر کسی که جن را می پرستد، قبر را می پرستد، ملائکه، ما به زبان تاجیکی فرشته میگیم، درستش باید ملائکه بگیم، ملائکه را می پرستد، یا اولیای یا صالحین را، یا که ایشانی را، یا کسی را نپرستد، یا درختی را یا حیوانی را، این مشرک است. بارک الله فیکم. و این آیت های ما به همین ها رد می کند، به همین ها رد می زند. و این چنین این 4 آیت رد می کند عقیده باطلی کسانی را که می گویند توحید این یک کلمه بی معنا هست، العیاذ بالله. یا میگن توحید این فقط گفتن لا اله الا الله هست، یعنی لا اله الا الله گویی تو تمام مسلمانی. عقیده مرجئه ها، جهمی ها، کلابی ها، یا که کرامی ها، یا که اشعری و ماتریدی همین است. امروز مدخلی ها هم به همین راه می روند. یعنی کسی که لا اله الا الله گفت دیگر جایش جنت است، عمل لازم نیست و تمام است. این عقیده باطل است. باید باطل بودن این عقیده رو ما باید بدانیم. بارک الله فیکم. در معنای کلمه لا اله الا الله، یا که در معنای توحید، اهل بدعت در حقیقت خطا کرده اند، غلط کرده اند و گمراه شده اند. یکمین قسم اونها کسانی که توحید را خطا فهمیده اند، این غلات مرجئه هست در باب توحید. میگویند که فقط لا اله الا الله را تلفظ کنی کافی است. یعنی لا اله الا الله بگویی تو مسلمانی، معنیش را ندانی هم باکی ندارد، عمل نکنی هم باکی ندارد. این البته قولی غلط و قولی مرجعه ها است. در قدیم این مرجعه ها را کرامیه گفته می شد. امروز صوفی های قبوری، صوفی های قبر پرست همین سخن را می گویند. صوفی های قبر پرست معنای توحید را خطا می فهمند. هر کسی که صوفی هست عاقبتش گمراهی است، برای آنکه توحید را خطا می فهمد، کلمه توحید معناش را خطا می فهمد.
کلمه توحید را وقتی که خطا فهمیدید، بعد از این عمل خطا می شود. اینها میگن وقتی که لا اله الا الله گفتی مسلمانی، بعد از این شرک را انجام میدهد و مشرک می شود. و امروز یک عده از عصرانیین، یک عده بگویم حتی خودشون را به اهل سنت نزدیک میکنند، اما اهل سنت از اونها بری هست، بمانندی مدخلی ها یا که جامی ها، اینها میگند لا اله الا الله کسی که میگوید تمام نجات مییابد، حتی معنیش را نفهمدن، حالا که اجماع علما مخالف این است. خیلی که برنمودیم. و دومین عده که معنای لا اله الا الله را خطا میفهمند، کسانی هستند که میگویند هر کسی که لا اله الا الله یعنی توحید را تلفظ کند و اعتقاد داشته باشد، این هم خطا میکنند. و سومین گروهی که در توحید خطا میکنند، اینها کسانی هستند که معنای توحید را میفهمند، اما البته معنای توحید را درست میفهمند. میگن که توحید این به زبان است، به عمل است، به اعتقاد است. یعنی ما موحد فقط نباید به زبان باشیم، بلکه عملا هم موحد باشیم، اعتقاد قلبی ما هم، درونی ما هم موحد باشد. این سوم عده میدانند، میفهمند، حقیقت را فهمیدند، اما عمل نمی کنند، عمل به توحید نمی کنند، بلکه شرکیات دارند، کفریات دارند. اونها میگند ما عذر داریم. عذر ما این است که ما مشغولیم، ما در سیاست هستیم یا که در عمل هستیم. وقتی که موحد شدیم عملی ما از دست ما میرد، تجارت ما از دست ما میرد، کرسی ما از دست ما میرد، یا که منصب ما از دست ما میرد. اینها دنیا پرستان هستند و البته اینها به شرک هواپرستی واقع شدند. این 4 آیتی که بیان نمودیم به همه این 3 نمود عده رد میزند، چرا که این 4 آیتی که تفسیر نمودیم در حلقه گذشته بیان نمود که توحید این عمل را تنها با عبادت را به الله انجام دادن و کفر بر طاغوت ورزیدن و براءت جستن از مشرکین و از کفار و از شرک. برای همین شیخ محمد بن عبدالوهاب و تمام شاگردانشان ذکر میکنند، چخیلی که در تفسیر توحید شیخ سلیمان بن عبدالله در تیسیر العزیز الحمید، یا که عبدالرحمن ابن حسن در کتاب فتح المجید، یا که حمد بن عتیق در کتاب ابطال التندید ذکر میکنند و میگن که توحید یعنی افراد الله سبحانه و تعالی فی الدعاء. توحید یعنی یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در دعا، یعنی طلبی کمک کردن، طلبی پناه کردن، طلبی نجات کردن، طلبی واسطه کردن، در همه این حالت یگانه الله را دعا کردن و یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی، یگانه قرار دادن الله سبحانه و تعالی در اطاعت. یعنی ما اطاعت مطلق رو تنها به الله و رسولش بگذاریم و به غیر الله و رسول اطاعت مطلق نکنیم. هر کسی که موافق قرآن و سنت است اطاعت میکنیم و در غیر این صورت اطاعت نمیکنیم. و یگانگی الله سبحانه و تعالی در محبت. و 4مش ترک شرک، ترک نمودن شرک و براءت جستن از مشرکین، ترک نمودن طاغوت و براءت نمودن از طاغوت ها. انا همین معنای کاملی توحید است. بارک الله فیکم. این بود که 4 آیت به من و شما این چیزها را تعلیم داد و بیان نمود. بارک الله فیکم. پس زمانی که این معنای درست توحید را فهمیدی،
خوشبخت می گردی، قلبت آزاد می شود، قلبت پر از نور می گردد و نجات می یابی. و حالا می خواهم در مسئله محبت، در مسئله یعنی دوستداری الله سبحانه و تعالی و شرک در محبت یک قاعده بزرگی را به شما بیان بکنم. قاعده این است که علما میگند ان من احب شیئا ففعل من اجله كفرا او شركا فقد اتخذه الها فليس من اهل لا اله الا الله ولم يعرف التوحید ولم يعمل به. هذه یعنی ببینید، هر کسی که یک چیزی را دوست بدارد و به خاطر همین چیزی دوست داشته اش کفر را و شرک را انجام بدهد، پس به تحقیق همون چیز را اله خود، معبود خود گرفته است و این انسان از اهل لا اله الا الله نیست و معنای توحید را نفهمیده است و به توحید عمل نکرده است. پس یک چیز را دوست داشتی و به خاطر همون کفر و شرک را انجام دادی، پس بدان که تو اون چیز را برابر الله کردی یا از الله زیاد دوست داشتی و این شرک است. و این آیت هایی که ما به شما بگفتیم همه اینها را رد می کند. شرک در محبت، شرک در اطاعت. سوره توبه 31 شرک در اطاعت را رد می کند و سوره بقره 126 شرک در محبت را رد می کند. بارک الله فیکم. و حالا به شما بیان می کنیم حدیثی صحیحی که در باب بیان توحید آمده است. این حدیث را امام مسلم در صحیحشون روایت می کند. امام مسلم در کتاب صحیحشون روایت می کنند. حدیث از ابی مالک الاشجعی روایت شده است، از پدرشون. ابی مالک الاشجعی از پدرش روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه عند الله. هر کسی که بگوید لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، و بعد از این رو گفتن کفر ورزد به همه آن چیزی که بجز الله پرستیده می شود، عبادت کرده می شود، پس خون این حرام است. یعنی هیچ کس خون این را حق ندارد که بریزاند. مال این حرام است، یعنی مسلمان حق ندارد که مال این انسان را بگیرد. اسلام این انسان را حفظ می کند. به مجرد گفتن لا اله الا الله و فهمیدن معنایش که اول شرح می دهیم و به طاغوت کفر ورزیدنش، مالش و خونش حفظ می شود و حساب این در نزد الله است. و خود الله به باقی مانده کارش اگر دروغ گفته باشد، اگر ظاهرا گفته باشد و باطنا نفاق داشته باشد که ما بیخبریم، ما فقط بر ظاهر می بینیم، داخلی کسی را ما تفتیش کرده نمی توانیم، الله خودش به این حساب می کند. حدیث صحیح است. امام مسلم روایت میکنند، در کتاب صحیح مسلم آمده است. این حدیث به نهایت آشکار و واضح معنای لا اله الا الله یا که توحید را بیان میکند. توحید این همون لا اله الا الله است. لا اله الا الله کلمه توحید است. توحید لا اله الا الله است. یعنی هر کسی که لا اله الا الله را بگوید، فقط به زبانش بگوید کافی هست؟ نه، بلکه به زبانش بگوید، به زبان، به دل و به جسم. چگونه؟ به زبانش تلفظ بکند، یعنی لا اله الا الله بگوید، معنیش را داند، معنیش را فهمد. ندانسته گفتن فایده ندارد. هر کسی که لا اله الا الله میگه نمیداند فایده ندارد، مسلمان نمیشود، کافر است. و به دلش اعتقاد بکند. اعتقاد یعنی چی؟ اقرار بکند، تصدیق بکند.
همون معنی که از این کلمه توحید فهمید اقرار بکند، تصدیق بکند، قبول بکند و به جسمش عمل بکند، انقیاد بکند. ببینید، به زبان تلفظ کردن، به دل اعتقاد، اقرار و تصدیق کردن و به عمل یا که به جسم عمل نمودن. عمل نمودن به طلبات های لا اله الا الله. معنای حدیث همین است. البته مرجئه ها خطا میفهمند. اونها گمان میکنند که هر کسی که لا اله الا الله فقط بگوید نجات مییابد. نه والله، این خطا است. برای همین در منطقه من و شما مسلمان ها همین چنین فکر میکنند که لا اله الا الله گفتی دلت پاک باشد تمام است. این عقیده مرجئه است، عقیده ماتریدی است، عقیده اهل سنت و الجماعت، عقیده صحابگان، منهج رسول الله نیست. عقیده صحیح، منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، فهم سلف صالح چی بود؟ هر کسی که لا اله الا الله را بگوید معنیش را دانسته، نیست معبودی بر حق بجز الله، تمام الهان باطل را رد بکند، کفر به طاغوت ورزد، الله را اثبات بکند، یگانگیش را در ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. یگان شرک انجام ندهد، شرک را ترک بکند. تلفظ لا اله الا الله وقتی که میکند به قلبش، به دلش اقرار کند، اعتقاد کند، قبول کند، تصدیق کند. این همه قول قلب است، سخنهای قلب است. و به جسمش عمل بکند. لا اله الا الله طلبات دارد. طلباتش عمل نمودن بر رکنهای اسلام، نماز خواندن، زکات دادن به جسم. بارک الله فیکم. پس مرجئه ها فکر میکنند که اعتقاد کند یا سخن کند کافی هست و عمل را از توحید نمیدانند. یا که کرامیه های مرجئه میگن که فقط گفتن لا اله الا الله کافی است، که البته این غلط است. و حتما باید بدانید که کفر ورزیدن به طاغوت، یعنی رد کردن طاغوت، انکار نمودن طاغوت، این فرض عین است، این از توحید است. معناش این است که عمل نمودن به توحید و اعتقاد نمودن توحید خودش کافی نیست، بلکه به توحید یک چیزی دیگر باید همراه شود. این چیست؟ این کفر بر طاغوت است. کفر ورزیدن به همه آن چیزهایی که بجز الله عبادت کرده می شود، پرستیده می شود. کفر ورزیدن امروز در این زمان حاضر بگوییم کفر ورزیدن به قبرها، کفر ورزیدن به مکانهای شرکی، کفر ورزیدن از مشرکین، از صوفی ها و قبوری ها و رد کردن اونها، دور شدن از اینها، براءت نمودن از اونها، یا حاکمانی که به حکم غیر الله حکم میکنند و مشرکند و کافرند، محکمه هایی که به حکم غیر الله حکم میکنند و کافرند، یا لشکران اونها، یا طرفداران اونها، یا حزب و حرکت هایی که مخالف احکام الهی است، یا اون حزب و جماعت هایی که خود را به اسلام نسبت میدهد اما از توحید بیخبر است و به توحید می جنگد. اعلانش علمانی هست و لیبرالی هست و دموکراتی است. کفر ورزیدن به همونها، همونها را ترک کردن، از همونها دور شدن، همونها را بدیش را فهمیدن و بدیش را بیان کردن، انمین توحید است. بعد از این که شما همچنین میفهمید، بعد از این شما مسلمان میشوید و خون مال شما به دیگر مسلمان ها حرام است. بارک الله فیکم. با همین قدر ما امروزه سخنمان را و درسمان را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده به شما
این حدیث را باز به مسائل دیگری که باقی مانده است بیان میکنیم و این حدیث را شرح میدیم. بارک الله فیکم.